کدومه؟ دایناکورد یا جاسکو؟ هم با فلش هم با رکوردر خارجی ضبط صدا رو انجام میده. اما دایناکورد فقط روی رکوردر خارجی ضبط میکنه. از ورودی فلش و بلوتوث پشتیبانی میکنه. اما دایناکورد پشتیبانی نمیکنه. جاسکو دارای منبع تغذیه ترانسیه که در مقابل نوسان برق هم مقاومه. دایناکورد دارای منبع تغذیه سویچیه که همین باعث شده وزنش بیاد پایین‌تر و حملش راحت‌تر باشه. دستگاه جاسکو 580 12 تا ورودی میکروفون داره. اما دایناکورد 1000 10 تا ورودی میکروفون داره. مجهز به دبل افکت فول پارامتریک مشابه دایناکورده. دبل افکت دایناکورد هم که کاملا شناخته شده است. پاور میکسر جاسکو 580 دو تا پاور 900 وات RMS داره. اما پاور میکسر دایناکورد 1000 تیری 2 تا پاور 1000 وات داره که 800 وات RMS بهتون میده. حالا راحت‌تر میتونید انتخاب کنید که با مبلغ زیر 70 میلیون کدوم یکی از این 2 تا پاور میکسرها براتون مناسب تره.